ساکنان دهه خمگرای جماعت کوستروش شهر پنجکند به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که بعد نشر نامه دستجمعانه ساکنان این دهه به نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 3 فوریه تقریبا ساعت 12 6 نفر از زنان ساکنان این دهه را که زیر آن نامه امضا گذاشته بودند به شعبه وزارت کارهای داخلی پنجکند برده تا شام بازپرسی کردند. در نتیجه احوال یکی از این زنها قهر و فیروزه بد شده است و او را از ملیسخانه راست به بیمارستان بردند و گفته ساکنان به این زنها در شعبه وزارت کارهای داخلی فهماندند که دیگر به ضد بنیاد پالایشگاه نو کارخانه طلاشویی زرافشان در موضع سوی یوران در کنار دهه خمگران اعتراض نکنند. در نامه خود به پرزیدنت ساکنان از آن هزار نگرانی کرده بودند که کارخانه مشترک تاجیکستان و خطای و زرافشان این پالایشگاه نو و اینکه چهارمش را در فاصله همگی 400 متر از خانه های ساکنان خمگرا ساخته ایستادند و از بس که 3 پالایشگاه قبلی الکی پر شده آن کارخانه در کنار خمگران همه سرشار از زهر قتال سیادید است، ساکنان در تشویشند که وضع سلامتی آنها و فرزندانشان بعد بنیاد باز یک چنین پالایشگاه باز هم بدتر خواهد شد. آنها در نامه‌شان از پرزیدنت خواستند که بگذار مأموریت کارخانه زرافشان اول آنها را به یگان مکان بیخوف کوچانده و سپس به بنیاد پالایشگاه نوش سر کند. بنا به اطلاع همصحبتان بامداد روز 3 فوریه کارمندان میلیسیا این 6 زن را برای بازپرسی بردند. محمدی و مهتاب سال تولدش 1962، قهار و فیروزه سال تولدش 1966، حمزه و رسالت سال تولدش 1976، تقای و افسونه سال تولدش 1989، محجبین عادل سال تولدش 1991 و امین و عذرا سال تولدش 1992. مقامات شعبه وزارت کارهای داخلی و شهردار پنجکند این خبر را شرح ندادند، ولی به گفته یکی از همصحبتان بامداد در پس این موج نوی فشار بالای ساکنان خمگران شخصا خود رئیس پنجکند عبدالخالق خالقزاده ایستاده است. بنا به اطلاع ساکنان روز 2 فوریه یک روز قبل از بازپرسی 6 زن، خالقزاده در بنای مأموری کارخانه زرافشان با کارگرانی که از دهه خمگرانند ملاقات کرده گفته است که اگر این اعتراض و ناراضگی ساکنان دهه بس نشود، همه کارگرانی که از این دهه در کارخانه طلا کار میکنند از کار جواب داده خواهند شد. این خبر را منابع رسمی تصدیق یا رد نکردند. کارخانه طلای زرافشان معدن طلا را در کارگاه‌هایش با زهر سیانید آب کرده طلا را جدا میکند و قسمت نادرکار معدن را سپس در دنبه یا حوزه هایی که هر کدامشان در مساحت چند هکتار دامن گسترده است میپرتویند. ساکنان خمگران میگویند طی 25 سال الکی 3 حوض این کارخانه در اطراف خمگران پر شده است و حالا در پی ساختن حوض 4 بودند. کارخانه زرافشان که اکثر سهمیه‌هایش در دست یک شرکت خطای است، بزرگترین کارخانه صنعتی استخراج طلا در تاجیکستان به شمار می رود. ساکنان خمگران میگویند که آنها از این کارخانه فقط زهر میچشند، ولی مسئولان آن در همین 25 سال فعالیتشان برای رشد و آبادی این دهه کمک نکردند و برای تأثیر منفی حوزه های پر از تیانیدشان نیز جبران به ساکنان پرداخت نمی کنند.